сарояндагӣ аз сабаби овоз надоштанаш. Ба сабабе ки фонограмма мехонанду овоз надорам. Бояд ки бас кунам. Ман гуфта наметавонам, вале худашон медонам. کاری نه فونوگرام میخونن دیگه چه کاری نه خوندن میگیره من فر ندارم چه بون پروفسیونال نیستن سرایندهایی که آواز ندارن سوخ ندارن باید میخونن باید آفیسی دست کشن چی جایی که میبرن هم خودشون شرمنده میکنن هم با حساب دیگر رو میرسن همین سراینده با فکر من همین سراینده باید دست کشن آفیسی که ممکن نیست جای دیگر را گرفتن جای آدمایی که آواز دارن جای را گرفتن ممکن نیست سراینده که از غزل یا روبایی که کلاسیکی نمیخواند من فکر میکنم بس کنه سراینده برای که این موسیقی تماما بی‌معنی است پسند من نیست همون سراندهایی که بی‌معنی میخونن موب رپ در کار نیست رپ کلاسیکی خونن فلک خونن همون حافظانی که با معنای سرود سرپه نمیروند یعنی شعرهای بی‌معنی و بی‌مضمون میخونند یعنی شعرهایی که مثل چه خیلی با وی ادبیات نیست با مضمون ادبی نیست برای همین میتوانند که حافظی نکنند بس هم بعضی حافظی که با مثل شوق خواست نمیخونند همون میتونند دست کشند آخه حافظا قبشه خونده نمیتونن آوازشان ساز نیستن من فکر من که باید جای حافظی نمیزه بعد سرایندهایی که غزلهای حافظ غزلهای بدیل غزلهای خسروی دهلوی خب سعدی شیرازی لاهوتی اینا ماندگی من آمدم ترا نیافتم تو آمدی من نیافتی اما یارم اشگم کنن میشود با فکر من همین رپخانی کاری از دین بیرون همین کارا نکنن های حافظای پیش دیگه بدن و آواز چی خیچون استعدادی خیچون همه طرفه در حوزه همین باز فقط با فونوگرام هم خیلی سرکار دارن آواز هم ندارن خیلی یکم مجبوری میخونن چیکار کنن و هر شخص باید در دل خود آرزو دارد که حافظ شود آرزو دارد که مثال خواند وای نیت خودش است خواهش وای خودش است و گردونه نمیشود و فکر من همین سراینده تاجیک از سراینده که دست کشن یا بودش مفهوم نیست در روستوگاه یک تایی که دلیل نظر مقبوله تمام دیگر یک بودش مفهوم نیست همون سراینده که بسیار گپ همین معنی باید خونده نمیرود بسیار دزدی میخونند ایوده هم کارشون نمیبرن بهترش همه که دست کشن همون کسشون آواز ندارن البته دست کشن همون حافظایی که سرودای بی‌معنی نگنده کودکای مو وی وقتی چخیلی که سیوت وی می در ویو که خیلی یک بوره من بچم صنف نو مثل سرودایی که کمترک به معنی بوشد و خیلی عشق بازی های بی‌معنی نبوشد